Najminso Mamajon و صاحبکار زن است. او ساکن دهه اوچخالچی ناحیه باوجان غفورخ میباشد. نجمینسا میگوید که توسط سمینارها که تشکیلات جمعیتی میر مرکزی امکانات بهره رشد تشکیل و برگزار میکند و اویدر صاحبکاری معلومات پیدا نموده فعالیتش را آغاز نموده است. الحال او مقداری معینی زمینی کارم را دارد. در آن گرمخانه ساخته سبزیجات و میوه را پرورش میکند. من خودش 6 سوتیق پمیدورم ها 10 سوتیق 15 سوتیق گرمخانه دارم. گرمخانه نزد حولیگی نکن روی حولمو участкам بکدگی درآمدش نسبت زمین کشاد بهتر. سانی پرورشی گرمخانه اهمی ترینینگ رو عمده یاد گرفتم. معلم‌ها چخیل کده خوک تیار میکنن، چخیل کده پرورش میکنن. اکون گرمخانه اساساً وای کده چه میگه تمپراتوری کده تمپراتورش نگاه میکنید اسمش نقشده میبره. درآمدناکی وای گرمخانه ها نسبت زمین بهتر برای آنکه چه میگه اکولوژیک چیست پروداکت تازه آزاده خوشصفت بزرگی. صبح امروز در تالاری مهمانخانه سوغدیان سمیناری آموزشی درباره برنامه مانیتوری شاگرد تیارکنی برگزار گردید. هدف اساسی سمینار این جلب نمودن صاحبکارانی با تجربه و با موفقیت برای دستگیری گروهی مقصدناک عبارتند از زنان و دختران صاحبکار و آنهایی که خواهش فعالیت صاحبکار را آغاز کردن دارند به شمار می رود. در این سمینار زنهای صاحبکار از ناحیه‌های ولایت سوغ اشتراک کرده استودیان. مقصد این سمینار همین زنهای با تجربه و موفق در ساحه صاحبکاری همین کاری خودشون به دیگر دخترانی که به صاحبکاری مشغول شده خواهشان هست به همین یاد دهند. بلند برداشتن اقتدار دختران در ساحه صاحبکاری برای وسیع کردن دانش آنها. حاضر ما دویم اتپی فازه همین برنامه منتوری کرده شدیم. یکم اتپاش سال 2020 شده. ما در همین زیرلایحه دستورالعمل برای منتوران تیار کرده شدیم. این سال باشد همین دستورالعمل با منتوران توصیه داده می شود که همین دستورالعمل استفاده برده اینا با دخترانی صاحبکار کار کنند و همین مقصدی ایده غایی همین منتوری بسیار در تاجیکستان وسیع شده پخش شود. از روی لایحه دستگیری رشد صاحبکاری زنان توسط تطبیق برنامه مانیتوری شاگرد تیارکنی در جمهوری تاجیکستان در بسیاری منطقه‌های کشور سمینارهای زیاد برگزار گردید. منتوری این شاگرد تیارکنی به حساب می رود، یعنی صاحبکارانی با تجربه دانش خود را به صاحبکارانی که نو کار خود را آغاز کردند انتقال می کنند. اینجا موضوع امروز اساساً در سمت شناختن منتور و منتی. منتور کی به این گروه که شامل می شوند و منتی ها که به این گروه ها که شامل می شوند. سمیناری آموزشی برای زنانی که در خودشون یک ایده های جالب دارند و آنها می خواهند همون ایده هاشون را همون غایه های خوبی صاحبکاریشون را عملی کنند با واسطه کمک همین تشکیلات جمعیتی می خواهند عملی سازند. باید گفت که توسط سمینارهای مذکور تعداد صاحبکار زنان در کشور زیاد می‌گردد. هدف اساسی سمینارهای آموزشی بلند برداشتن دانش زنان و بانوان آید به اقتصادیات و رشد صاحبکاری میباشد که با این وسیله برای پیشرفت جمعیت سهم خود را میگذارد. گزارش مهرانگیز عبداحد و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.